سلام. این هفته حاج قایم سلیمانی بعد از مدت‌ها قایم موشک بازی بالاخره ظاهر شد و با یک سخنرانی چاله میدونی جفت رفت تو منطقه آفساید. از اونجایی که خطر ریزش بعد از تحولات اخیر تو بدنه سپاه و بسیج خیلی جدی شده، حاج قاسم با لاتبازی بسیجی فهم رفت تو خط خالی بندی و خط نشون کشیدن برای دشمن فرضی. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم، در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم. کاربران شبکه اجتماعی منظور قاسم سلیمانی از نزدیک شدن به هدف رو در کلیپی از یکی از موفق‌ترین عملیات نیروهای تحت امر سلیمانی در عراق نشون دادند. در ادامه جوگیر شدن سلیمانی توی این سخنرانی یک دفعه با الهام گرفتن از شخصیت‌های ابرقهرمانی مارول میگه من تکی حریف دشمن هستم. نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. به این ترتیب شخصیت جدیدی به اسم قاسم رامبو خلق شد، شخصیتی که تک نفره میخواد با کل ارتش آمریکا در بیفته و شخصیتی که میتونه سوژه خوبی برای بازی‌های کامپیوتری آینده باشه. البته اینکه حاج قاسم بتونه توی این بازی برنده بشه و کاخ سفید رو تصرف کنه و به بیت رهبری تبدیل کنه شک و شبهه زیاد هست. به طور خاص این سوال که چطوری میخواد برقش رو تامین کنه، چون وسط همین سخنرانی برق سالنشون قطع شد. همونطور که ملاحظه میکنید اینجا اول چراغ‌ها روشنه ولی بعد برقشون میره و همه میافتن به باد زدن. خیلی خوبه که اگر کسی میخواد برای دنیا خط و نشون بکشه اول برق محل سخنرانی خودش رو تامین کنه. در ادامه حاج قاسم بر طبق ضرب المثل معروف کافر همه را به کیش خود پندارد با ادبیات قمارخونه‌ای وارد عرصه دیپلماسی میشه. هنوز ادبیات ترامپ همون ادبیات قمارخانه است، ادبیات کاباره است. با ادبیات کاباره چی؟ و کسی که اداره کننده قمارخانه هست با جهان حرف میزند. هرچند که جای سوال داره که حاج قاسم از کجا با ادبیات قمارخونه‌ای و کاباره‌ای آشنا شده، اما در این مورد هم یکی از قربانیان جنگ ضد میهنی که همین سلیمانی یکی از فرماندهانش بوده پاسخ جالبی میده. قاسم سلیمانی، خوب گوش کن. اولا که تو با سرک کشیدن به زندگی شخصی ترامپ او را قمارباز خطاب کرده ای. باید بدانی که تو نیز قماربازی، با این تفاوت که ترامپ از جیب خود مایه میگذارد و تو از جان و مال مردم ایران مایه میگذاری. سلیمانی که دیگه تو گرمای سالن اساسی کف کرد و عرق کرده بود یهو هوایی شد و به جای خامنه‌ای فراخوان به جنگ داد. بیا ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. به نظر میرسه که از اینجا حاج قاسم با دنیای واقعی خداحافظی میکنه و وارد دنیای مجازی میشه و واقعا باورش شده که همون قهرمان جنگ‌های انیمیشنیه که سپاه براش ساخته. آتش
منم قاسم فرستاد. اما اگر به دنیای واقعیت برگردیم و از سلاح‌های ویژه و فوق استراتژیک نظام رونمایی کنیم، متوجه میشیم که این قمپزدر کردنها چه پشتوانه نظامی داره. مثلا این کامیون دلول 57 میلیمتری بسیار کوچیک و قابل مخفی کردن پشت هر بوته‌ای و همچنین با قابلیت تحرک بسیار بالا، اینجوری بگیر عقب برو جلو. یا مثلا تانک عقارب با رنگ سبز متالیک قابل استتار در هر نوع زمینی و همچنین طراحی ایرودینامیک و ارتفاعی که از هر فاصله‌ای شلیک کنید مورد اصابت قرار میگیره. یا شاهکار هوایی صنایع نظامی هلیکوپتر تک نفره ظفر که بدون سوختگیری قراره که حاج قاسم رو تا خود کاخ سفید ببره و به سبک جنگ‌های عصر نیزه و تیرکمون با نوک تیزش هر هدفی رو از پای در میاره. ولی من تو کف رنگامیزیشم که آدم رو یاد شهربازی و بستنی توت فرنگی میندازه. اما چیزی که قرار جواب ناوهای هواپیمابر رو بده زیردریایی 2 نفره السابهاته، الگو برداری شده از سریال پیشتازان فضا، 100% تولید داخلی، 3 تا بشکه رو به هم جوش دادن کردن زیردریایی. تنها مشکلی که داره اینه که سرنشینانش رو که زیر آب میبره دیگه بر نمیگردونه. این چیه؟ راستی این که مثل که یه لاستیک معمولیه. نه حالا اگه بهش پا هم نخوره بهتره. الان زیردریایی غرق میشه. این تیکشو کات کن. اوضاعت خوبه؟ مشکلی نداری؟ فعلا نه. استرسی چیزی نداری؟ نه. این الان با توش نشستیم کاملا میتونه بره زیر آب؟ الان اراده کنه میره زیر آب. فقط شما فقط من دست به تنفس دارم ممکنه کف شما. یه جلوتر من بگیرمه. من دیگه فقط دارم یواش برو داره میگه. دیگه الان من خواهد داره با خودش ببر. وای خدا خسته شدم. الان 1 ساعتی که با دستم این تناب رو گرفتم تا از قایق دور نشیم. دیگه داشت دستم کنده میشد. خب چه کاریه؟ مثلا زیردریاییه ها. خب یکم هم بریم زیر آب. آقا خیلی خوبه ولی تا وقتی که بیرون آبه خیلی خوبه. اما توی این سخنرانی سلیمانی عرصه ادبیات رو هم از تهاجمش بی‌نصیب نذاشت و نشون داد که اونجا رو هم میتونه یه شبه نابود کنه وقتی تلاش کرد با یه بیت شعر کار دشمن رو یکسره کنه. ما رو هم تهدید به کشتن نکنید، همین شعری که خوندم مصداق ماست. تو مکن تهدیدم از کشتن که من به خون تشنه خود به خون خیشتن خود هستم. حالا اصل شعر اصلا مهم نیست. آخه اون مخاطبایی که اونجا نشستن شعر رو سر تا هم بخونی شعار میدن دیگه، کی به کیه. حالا برای اینکه بدونید سلیمانی بعد از این سخنرانی محبوبیتش چقدر شده به یک نظرسنجی در صفحه توییتر خودش مراجعه میکنید. در این اکانت توییتر که اکانت رسمی آثار قاسم سلیمانی هست، در زیر توییتی که جملات همین سخنرانی رو منعکس کرده کاربری یک نظرسنجی گذاشته و سوال کرده محبوبیت قاسم سلیمانی چقدر است که بیش از 70% کاربران این گزینه رو انتخاب کردند: محبوبیت ندارد، لعنت بهش. در درون نظام هم این پهلوان پنبه بازی ها زیاد نگرفت. مثلا عباس عبدی بازجوی دهه 60 و اصلاحاتچی دهه 90 گفته پاسخهای تند و مقابل جویانه در برابر امثال ترامپ در شرایط کنونی مفید نیست. استفاده از این نوع ادبیات خطابه های سردار سلیمانی و رئیس جمهور بازی کردن در زمین ترامپ است. یا حجتی کرمانی از آخوندهای اصلاح طلب گفته که در این شرایط بهتره که نظامیان دندان روی جگر بذارند، چون الان در عرصه دیپلماسی قرار داریم و نه فضای نظامی و جنگ.
یعنی به زبان فارسی ساده بهش گفتن هر وقت گفتن جسد تو خودت رو بنداز وسط. اما علت اصلی که سلیمانی مجبور شد خودش رو بندازه وسط همون قسمتی بود که در آخر سخنرانیش بالا آورد. قبلا امریکا ابهتی داشت، امروز شما این منافقین و ضد انقلاب را جمع میکنید، به اینها دل بستید، این امریکاست. اینه؟ بله، این همون ترس مشترک همه مقامات ریز و درشت نظامه که هر کدوم به زبونی بهش اشاره میکنند. یکی دیگه از همپالکی های همین سلیمانی که مأمور به خدمت در روزنامه رسالته این ترس رو خیلی ساده تر بیان میکنه. میگه این روزها رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور اختیار زبان و قلم خود را داده‌اند به منافقین و در اجتماعاتی که ظاهر میشوند و حرفهایی که میزنند کسی که کمترین اطلاعی از تحلیل محتوای سخنان آنها داشته باشد میفهمد حرف منافقین است. مگه این مجاهدین همون گروهکی نیستن که قرار بود وجود نداشته باشن، اصلا نیستن، پایگاهی ندارن و اینا؟ چی شد که الان شدن همه کاره کاخ سفید؟ مگه اینها چه خطری برای نظام دارند؟ این رو یکی از کارشناسای دلواپس نظام پاسخ میده. میگه آمریکایی ها گروهک منافقین را به عنوان گروه متشکل و علاقمند به براندازی جمهوری اسلامی میدانند و به همین دلیل از آنها حمایت میکنند. پس اینطوری روشن میشه که ترس اصلی حضرات از همون گروه متشکل براندازه که بعد دیگه قایم سلیمانی مجبور میشه اینجوری افسار پاره کنه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.